هیچ بنده ای نیست این که به سوی کتاب الله سبحانه و تعالی روی بیارد مگر اینکه الله سبحانه و تعالی درهای رحمتش را برای او بنده میکشاید. پس امروز که ما تا سوره عصر را تفسیر را گرفته بودیم، از این سوره مبارکه سوره التکاثر شروع می‌نماییم. الهاکم التکاثر، سوره تکاثر نام دارد. از این سوره مبارکه با همراهی شمایان شروع می‌نماییم و از الله سبحانه و تعالی توفیق می‌طلبیم. سوره تکاثر، سوره تکاثر نامش تکاثر است، نامی توقیفی است، به خاطر اینکه این سوره بر این تکاثر شروع شده است. تکاثر بسیاری مال و دارایی و فخر و فرزند رو این در نظر دارد، ای کثرت بسیار بودن، برای همین نام این رو تکاثر نام نهادند. و همچنین سوره الهاکم التکاثر هم گفته می شود، الهاکم التکاثر هم گفته می شود. و همچنین سوره مقبره هم گفته می شود، چون در اینجا بیان ذکر قبر هست، زیارت قبرستان ها. اما این نام مقبره اجتهادی است، چون کلمه مقابر در اینجا ذکر شده است. و عدد آیات های این سوره مبارکه سوره تکاثر 8 می باشد. 8 آیات عبارت است. در مکه مکرمه نازل شده است و ترتیب نازل شوی آن 16 سوره است و ترتیبش در مصحف در قرآن 102 است. و موضوع این سوره مبارکه باشد بیانی بسیار عمل کردن، بسیار از پی کار و بار دنیا گشتن را در این دنیا در بر میگیرد و همچنین بیانی ترساندن مردم از آتش جهنم. و مقصد این سوره مبارکه سوره تکاثر تذکیر و یادرسانی آن کسانی که بسیار شیفته این دنیا هستند، در فخر و در مال و در دارایی و در فرزند و در هر چیز دیگری در این دنیا و از ذکر یاد مرگ و حساب غافل مانده اند. و غرضهای این سوره مبارکه در بر میگیرد بیانی مشغول شدن مردم از این چیزهایی که مردم را در این حیات دنیا مغرور ساخته است. اینکه مردم تمامی حیات خود را در این کارهای دنیایی سپری کردند، حتی اینکه تا آن درجه مشغول شدند که حتی مرگ را هم فراموش کردند، در حالی که مرگ یک ناگهان به سراغ آنها خواهد آمد. هنگامی که مرگ به سراغ آنها آمد، آنها را دیگر فرصت نمیدهد، آنها را دیگر کشان به سوی قبرها میبرد. برای همین در این سوره مبارکه تکرار شده است این زجر و بیم دادن مردم، به خاطر ترس دادن مردم، به خاطر تنبیه دادن مردم بر آن قدم‌هایی که میزنند، به خاطر مشغول شدن مردم با این دنیای فانی، به خاطر از دست دادن آن دنیای باقی. و خاتمه افته از این سوره مبارکه بیانی خطرهایی که مردم در این دنیا و آخرت واقع میشوند و در قبر و احوالی که آنها در آخرت روپرو میگردند، آن احوالی که آنها در آن دنیا در آخرت روپرو میگردند، از آنجا کسی نجات نمی‌یابد مگر شخص مؤمن. آن شخص مؤمنی که اعمال صالح، عملهای صالح و شایسته را انجام داده باشد. پس مناسبت این سوره مبارکه سوره تکاثر با سوره ما قبلش، این سوره تکاثر واقعیت را تعلیل میکند از برای سوره قارعه. هنگامی که در سوره قارعه فامه هاویه گفت، پس مادر وی چی است؟ هاویه هست. پرسش که برای چیز که مادرش هاویه باشد؟ هاویه جهنم است. انسان رو، اهل جهنم را، جهنم بودگی ها را آغوش میگیرد این جهنم. گفته شد که برای چی این؟ گفته شد که لانکم، چون که شما الهاکم التکاثر، چون که شما به غفلت کشیده شدید از اطاعت الله سبحانه و تعالی، در فخر کردن، در بسیاری مال و فرزند. برای همین الهاکم التکاثر کردید، بر زیاد فرزند مال و فخر فکر کردید، پس فامه هاویه شد، مادرش چی شد؟ جهنم شد. پس مناسبت این سوره مبارکه سوره تکاثر بر اول است. این سوره تکاثر شروع شده است بر ذکر این که مردم مشغول شدن یا خود را مشغول کردن با این مغریات حیات، این چیزهایی که مردم را در غفلت انداخت، در شگفت انداخت، بر این دنیا نشستند و مرگ رو فراموش کردند. و خاتمه یافت این سوره بر خطر آنها، بر احوال آنها که در آخرت چه حالت آنها گرفتار میشوند مگر اهل ایمان. پس الهاکم التکاثر، یعنی شما را مشغول کرد این دنیا، مال و ثروت و فخر و فخر این دنیا از اطاعت الله، حتی زرتم المقابر، حتی تا آن درجه شما رو مشغول کرد که شما با همین مشغولتون بس توی قبر رفتید. اگر واقعیت احوال اگر بینگریم، واقعا همین گونه شده است. سبحانك، پناه باسی الله، پروردگار باسی تو پناه میبریم از این مشغول شدن با این دنیا. سبحانك. حتی علم یقین، حق الیقین، مرگ به سراغ آنها آمد. الهاکم التکاثر، به غفلت کشیده شما، به غفلت کشید شما رو از اطاعت الله سبحانه و تعالی، این فخر کردن و بسیار مال و ثروت دارایی شمایان بر همه این چیزها. این سوره مبارکه بیانی وعدی
وعده بر بندگان مؤمن و بیان وعید و تهدید بر کسانی که برای دنیا مشغول میشوند. و پس از این موعظه چه موعظه عظیمی برای آن کسی که عقل میکند. و حتی زرتم المقابر، گفت الله سبحانه و تعالی، تا به گورها تا به قبرها رسیدید و در آن قبرها دفن شدید، گرانده شدید. حتی زرتم المقابر، حتی اینکه شما قبرها رو زیارت نمودید. الله در این آیه کریمه قرار داد زیارت قبرها را پیش از مرگ تا که شما رو به یاد مرگ بیارد و در این دنیا گمان نبرید که ابدی و جاودانه دیگه باقی میمونید. و بیانگر آن است که شما نه در این دنیا جاودان میمونید و نه در داخل قبرها باقی میمونید، بلکه همه این فنا شونده، همه این از بین رونده است، چی دنیا چی قبر. چون شما در این دنیا به منزلت یک زیارت کننده هستید و در قبر همچنین بر آنجا حاضر میشوید، سپس از آنجا با سفر میکنید. چون در دنیا آنگونه بوده، در داخل قبر هم آنگونه قرار میگیرید، مستقر نمیمونید. پس دار قرار، آنجایی که انسان قرار میگیرد، این یا که جنت است یا که جهنم است. یکی از این دو، یا که جنت یا که جهنم. در یکی از این دو قرار میگیری، می ایستی توقف میکنی. اما این دنیا و قبر جای توقف نیست. برای همین این ما رو به سوی اندیشه میآورد که به سوی پروردگار باز بگردیم. پروردگار ما رو به سوی خود با زیباترین حال باز بگردان. برای همین در اینجا سپس فرمود که ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. سپس در آن روز شما رو از تمام نعمت‌های دنیوی پرسنده می‌شود، بازخواست کرده می‌شود. چون هنگامی که کفار مشغول شدن با جمع آوری مال دنیا و ثروت و دارایی و کاربار دنیا، دیگر فراموش کردند. با فخر و فیخ و بسیاری مال و فرزند نعیم دنیا را برای خود باشگاه قرار دادن، لذت‌های دنیا را برای خود زیبایی قرار دادن، ولی از طاعت عبادت الله سبحانه و تعالی دور شدن، از شکر و سپاسگزاری او سرکشی کردند. همین است که در روز قیامت ثم لتسألن، شما در آن روز قیامت دیگر از این نعمت حتما پرسیده می شود. آنچه که شما گمان بردید که سبب سعادتمندی نیکوی دنیا و آخرت شماست، گمانتان نادرست برآمد. پس این سبب شقاوت شما در آخرت گردید. سبب شقاوت بدبختی شما انا همین بر دنیا فریفته شدنتان گردید. الهاکم التکاثر، به غفلت کشیده شما را. چی شما را به غفلت کشید از طاعت عبادت الله سبحانه و تعالی؟ همین فخر کردن شما، بسیاری مال و دارایی و ثروت شما. الله سبحانه و تعالی بیم میدهد، انذار میدهد، گوشزد میدهد بندگانش را. از چیز؟ از مشغول شدن آنها در آنچه که برای آن آفریده شده‌اند و روی گرداندن آنها از عبادت الله سبحانه و تعالی که او شریک ندارد. از شناخت معرفت او سبحانه و تعالی روی گرداندن، از بسوی او سبحانه و تعالی بازگشتن روی گرداندن و از محبت الله سبحانه و تعالی روی گرداندن به سوی محبت دنیا و آنچه که زیبایی دنیا هست. محبت دنیا را و زیبایی های دنیا را از محبت الله سبحانه و تعالی تقدیم دانستن. الهاکم، بسیاری این چیزها، الهاکم التکاثر، بسیاری زن و فرزند مال دنیا. در برگره الهاکم التکاثر بسیاری هر چیزی، چی مال و ثروت و دارایی و فخر و هر چیزی که باشد تو رو از عبادت الله دور ساخت. مشغول شدی به آن چیز، فخر کردن با آن چیزی که فخر کنندگان فخر کردند، از زیادی اموالشان، فرزندانشان، قوتشان، یارانشان، از لشکرانشان، از خادمانشان، از جاه و مکان و منزلتشان. در همه این چیزها زیاده روی کردند، از بسیاری این چیزها فخر کردند. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تا به گورها تا به قبرها رسیدید و در آنجا هم دفن شدید. حتی زرتم المقابر، این غفلت اینها تا آن درجه رفته رسید، مستمر غفلت آنها باقی ماند. کاروبار دنیای آنها را چنان مشغول کرد که حتی زرتم المقابر، حتی اینکه به قبر رفته رسیدند. وقتی که داخل قبر شده دیگر آن پرده از شما از کشانده دور کرده شد، در حالی که دیگر برای شما هیچ چیزی منفعت نمیبخشد. حتی زرتم المقابر، حتی اینکه شما به قبرها هم رسیدید. این برزخ، عالم قبر، مقصد از این مکان است که در اینجا انسان یک مدت قرار میگیرد. آن نفوذ و آبرو هر چیزی که داشت همه آن را دیگر از دست می‌دهد. حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون، نه این طور نیست. نباید که مالهایتان شما را به غفلت اندازد. این گناه نیست. کلا سوف تعلمون، بزودی که شما خواهید دید. سوف تعلمون، آینده نزدیک است که شما خواهید دید که حیات آخرت برای شما بهتر بوده است. اگر میدونید آنچه که در پیش شما هست با علم و یقین میفهمیدید، درک میکردید، به هوش میآمدید، چی بسا برایتون خوشحالی بود. اگر میدونستید آنچه که در پیش شما قرار دارد با علم، آن علمی که به قلب تو آن داخل میشود، اگر این رو شما میفهمیدید، شما الهاکم التکاثر نمیشدید، در غفلت نمیموندید از بسیاری مال و فرزند و فخر و لشکریان و
قدرت و توانایی و گمراه نمیشید به این چیزها، بلکه اگر این علم یقین به قلب شما داخل میشد، شما تلاش میکردید برای اعمال صالح، زیادتی تلاش میکردید، آخرت رو آباد میکردید. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، با تأکید میشد این باره. سپس باز حذر کنید، باز بر حذر باشید، بزودی عاقبت شما بر این مشغول شدن بر دنیا آن را خواهد دانست. کلا لو تعلمون علم الیقین، نه اینطور نیست، هرگز چنین نیست. اگر شما از روی یقین میفهمیدید، آن یقینی که به قلب شما رسیده است، حتما تیزی میکردید برای نجات خود، برای نفسهایتان از هلاکت و سرپیچی نمیکردید. لترون الجحیم، البته که جهنم را خواهید دید، البته که جهنم را خواهید دید. ای مردمی سرکش، ای کسانی که امروز تکذیب قرآن و سنت میکنید، ای کسانی که امروز بر ضد این کتاب و سنت میجنگید، لترون الجحیم، البته که شما این جحیم رو میبینید. ای کسانی که مال و ثروت دارایی، ای کسانی که این قدرت و منزلت و جایگاه شما رو مشغول کرده است از اطاعت عبادت الله، لترون الجحیم، البته که شما جحیم رو خواهید دید، البته جهنم رو خواهید دید. عدم علم حقیقی رو از خود نکردن، ندانستن آن، سیر شما به سوی آن چیزی است که آن رو حتما میبینید. این لترون الجحیم است، البته که جهنم رو خواهید دید. در روز قیامت آن جحیمی که الله سبحانه و تعالی آن را برای کافران آماده کرده است، آن را حتما خواهید دید و در آن شک و تردیدی هم نیست. ثم لترونها عین الیقین، سپس با چشم یقین خواهید دید، بدون شک و تردید، با چشمان سر خود خواهید دید. چون که الله میفرماید ورأى المجرمون النار، که در آن روز مجرمان، جنایتکاران آتش جهنم رو میبینن. سبحانك. ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، سپس در آن روز شما را از تمام نعمت‌های دنیوی، آنچه که برای شما الله عطا کرده بود، از همه آنها الله سبحانه و تعالی پرسان می‌شود از همه آن نعمتی که برای شما عطا کرده شده بود. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، آن نعمت‌هایی که در این دنیا شما آن را استفاده برده، لذت بردید در این دور دنیا، آیا با شکر و سپاس آن را اجرا کردید؟ آیا سپاسگزاری آن نعمتی که الله برای شما عطا کرد، از توحید، از سنت، از اسلام، از سلامتی، از نیکویی، از همه آن نعمتی که داری که حساب ندارد، آیا شکر آن، سپاس آن را شما بجا آوردید یا نه؟ آیا حق الله را ادا کردید یا نه؟ یا که شما این نعمت‌های الهی که برای شما عطا کرد، آن را در معصیت، در گناه صرف کردید، پیشه کردید، این نعمت را در راه نادرست صرف کردید، یا این نعمت را در بهترین جایگاه، در افضلترین مقام ها استفاده بردید و مغرور نشدید؟ پس چرا این شکر نعمت رو بجا نآوردید؟ بلکه شاید این شکر نعمت رو شما بجا نآوردید با علاوه بر این نعمت رو شما استفاده بردید برای انجام معصیت گناه. الله سبحانه و تعالی بر ما توفیق بدهد، توفیق عمل کردن رو بر ما بدهد و از این گمراهی ها حفظمون کند. الله میفرماید که یوم یعرض الذین کفروا علی النار اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، و روزی که کافران در آتش جهنم پیشکش کرده میشوند، انداخته میشوند، به آنها گفته میشود شما نعمت‌های پاک خود را در زندگی دنیا از بین بردید، آن نعمت‌ها را از بین بردید، از دست دادید. از آن نعمت‌هایی که الله برای شما در آن دنیا داد، آنها را شما از آنها بهره گرفتید، لذت خود را بردید. پس این روز به سبب آنچه که در زمین به ناحق تکبری کردید و به سبب آن نافرمانی که میکردید، به عذاب خار کننده جزا خواهید داد، به عذاب خار کننده جزا خواهید داد. والله مستعان. این تفسیر سوره تکاثر، الهاکم التکاثر.